سرخط مهمترین خبرها: بازداشت شهروندی تاجیکستان با گمان تروریسم در ایتالیا. در روسیه میخواهند ورود بعضی مهاجران را یک عمره منع کنند. و بحث ایدگردک: اداره معارف دوشنبه گفت کسی آن را منع نکرده است. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. یک شهروند 32 ساله تاجیکستان را در ایتالیا به گمان جنگجویی و عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. هویت این شهروند تاجیکستان که روز 8 اپریل بازداشت شد هنوز معلوم نیست. پلیس ایتالیا از او تنها SE نام برد و گفت این زاده تاجیکستان 10 سال پیش به جنگ در سوریه رفته عضو فعال داعش بود. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس او را صبح دوشنبه بعد وارد شدن از هلند در فرودگاه فیومیچینی روم دستگیر کردند. جانب ایتالیا گفته است او در حال فرار بود و تا این دم از چند سند قلبکی از جمله از ازبکستان، قرقیزستان و اوکراین استفاده کرده است. معلوم نیست دستور بازداشت او را کدام کشور داده. وزیر کارهای داخلی ایتالیا ماتئو پیانداسی بازداشت شهروند تاجیکستان را نتیجه بسیار مهم نامید، ولی درباره چگونه تعقیب شدن او تفصیلات نداد. از این پیش نام شهروندان تاجیکستان در 3 حمله در قلمرو ایران، آمادگی به دهشت افکنی در ترکیه، آلمان، افسر و هلند خبرساز شده بود. مهمترین حادثه که شهروندان تاجیکستان به شرکت در آن متهم شدند حمله به مجمع کراکرس در روسیه است. در این حادثه 144 کس کشته و حدود 500 کس زخم برداشتند. مقامات روسیه 10 شهروند تاجیکستان را در رابطه با این حادثه دستگیر کردند، هرچند برخی از آنها خود را بیگناه گفتند. در روسیه طرح قانون را تهیه کردند که ورود بعضی مهاجران را یک عمره به این کشور منع می‌کند. نشریه ایزوستیا می‌نویسد لایحه قانون را حزب لیبرال دموکراتی روسیه آماده کرده است. بر اساس این طرح مهاجرانی که در روسیه زندانی می‌شوند بعد آزاد شدن دیگر هیچگاه حق ورود به این کشور را نخواهند داشت. فعلا شهروندان خارجی بعد آزاد شدن از زندان‌های روسیه از روسیه اخراج میشوند و از 3 تا 10 سال حق دوباره وارد شدن به این کشور را ندارند. اما طرح نوی قانون پیش بینی می‌کند که مهاجران صرف نظر از صادر کردن جنایت سبک یا وزنین از روسیه اخراج شده تا آخر عمر حق بازگشت به این کشور را نخواهند داشت. مؤلفان قانون به نشریه ایزوستیا گفتند جنایتکاران سابق از کشورهای خارجی انتقال دهنده احتمالی تهدیدهای تروریستی هستند. هنوز معلوم نیست که طرح قانون در دومه دولتی روسیه تا کجا دستگیری می‌یابد، اما در پی حمله به مجمع کراکرس که شهروندان تاجیکستان به آن متهم شدند، دعوت‌ها برای سخت‌تر کردن قانون‌های وابسته به مهاجرت در روسیه زیادتر شد. از جمله روز 1 اپریل وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کرد که مهلت بود و باش مهاجران در این کشور در 1 سال 90 روز تعیین کرده شود. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است. آژانس ضد فساد تاجیکستان رئیس اداره زمین شهر کولاب را با گمان قلابی بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی آژانس 8 اپریل در خبرنامه گفت آرزو مرادوف ماه اکتبر سال 2021 با وعده جدا کردن زمین کشاورزی از یک ساکن 81,000 سامانی گرفته است، اما به نوشته آژانس مرادوف با وعده‌اش وفا نکرد. نظر آرزو مرادوف و نزدیکانش به این خبر هنوز معلوم نیست. مرادوف دوام 1 سال اخیر رهبر اداره زمینی شهر کولاب بوده است. قبل از این در این نهاد همچون متخصص پیشبر کار می‌کرده است. آژانس ضد فساد نوشته است علیه آرزو مرادوف با اتهام قلابی به مقداری کلان پرونده جنایی آغاز کرده تحقیق ادامه دارد. زمین فروشی یکی از مشکل‌های جدی در تاجیکستان گفته می شود که حتی رئیس جمهور بارها از آن نگرانی کرده بود. در ناحیه خاولنگ ورزشگاهی است که تا چند سال قبل در آن گندم می‌کاشتند، اما حالا مقامات این کار را منع کرده برای برقرار کردن ورزشگاه مدیر تعیین کردند. ساکنان میگویند که 10 سال است که ورزشگاه مرکزی ناحیه خاولنگ همین احوال را دارد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما محمود جان رحمتزاده. ورزشگاه ولنگار مرکزی خاولنگ هر سال رهبران وعده تعمیر آن را می‌دهند، ولی اینجا چیزی تغییر نمی‌یابد. چندین رئیس آمد و رفت. ساکنان میگویند 10 سال باز حال همین است. از زمان بنیادش تا حال این ورزشگاه بحث گرمی خبرنگاران است. تا چند سالی پیش میدان ورزشگاه را جفت و در آن گندم می‌کاشتند. حالا این کار قطع و در ورزشگاه مدیر تعیین کرده‌اند و این نهادهای ولایتی را از حال تباهی ورزشگاه آگاه کرده است. همین متاسفانه که در اونجا مشغولیت‌های وای میگذارند، همین ورزش میگذارند، بنابر همین بعضا همون جای نشستی گفتن که نزدیک به همون جای وای است، حسابی ضربه توپ و دیگر چیزو کارنوشی هم شده.
ورزشگاه مرکزی ناحیه خوالینگ سال 2009 ساخته شده است. سال 2013 قرار بود در اینجا پرزیدنت را پیشواز گیرند. اما همان سال خدمات دولتی نظارت ساختمان و معماری اجازه ساختمان را نداده بود. حتی حکومت محلی را همان سال به مبلغ 3700 سامانی جریمه بسته بود. با وجود پایمال شدن معیارهای بیناکاری ورزشگاه بنیاد کرده شد. اکنون از هر رئیس تازه تعیین تعمیر ورزشگاه سوال می شود. رئیس تازه تعیین خوالینگ اعتراف کرد که با پول بودجه نمی شود ورزشگاه را تعمیر کرد. ما وقت نرسید که من میرم حتما میبینم در کدام سطح قرار دارد، اما بودجه نوعی هم همه ایرا امکانیتی برطرف برقرار کردن از روی امکانیت ها ما میکنیم. ورزشگاه مرکزی ناحیه خوالینگ با 5000 جای نشست ساخته شده است. وزارت مالیه تاجیکستان آن وقت برای بنیاد آن نزدیک 3 میلیون سامان جدا کرده بود. ورزشگاهی که با کمبودی‌های معماری ساخته شد سال به سال ولنگارتر می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خوالینگ. ریاست معارف شهر دوشنبه گفته است برای منع عیدگردک کودکان در عید فطر یگان دستور نداده است. نشریه استقلال از قبل مسئولین این نهاد نوشته است بر اساس قانونگذاری کشور عیدگردک منع نیست. در اداره معارف دوشنبه گفتند تنها کارهای فهماندهی را زیاد کردند چون همه ساله در وقت عیدگردک نورسان در صدمه‌های نقلیاتی آسیب می‌بینند. اظهارات مسئولین اداره معارف شهر دوشنبه در حالی است که والدین خوانندگان گفتند آموزگاران از آنها زبان خط گرفتند که فرزندانشان را در روز عید فطر از عیدگردک منع می‌کنند. بر علاوه حرف‌های والدین، رادیوی آزادی سند دریافت کرد که در آن به مدیران مکتب و کودکستان‌های شهر باختر ولایت ختلان دستور شده است که به والدین خوانندگان درباره منع نمودن عیدگشتک هشدار دهند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاد را به میان آورده است و کاربران زیاد این قرار مقامات را تنقید کردند. آنها گفتند عیدگردک یک خرسندی کودکان است و باعث تلبندگی یا پیدا شدن عادت‌های بد نمی شود. عید فطر فردا 10 اپریل فرا می رسد. از امامان و معاونان امام‌های مسجدها در ازبکستان خواستند که شناسنامه‌های خارجیشان را بر ریاست معنوی مسلمانان این کشور سپارند. با همین مضمون امامان همه مسجدها در ازبکستان روز 3 اپریل نامه گرفتند. در نامه ریاست معنوی مسلمانان ازبکستان دقیقاً گفته نشده است که به چه سبب شناسنامه‌های امامان و معاونان امامان را جمع می‌کنند. بعضی از امامان تخمین می‌کنند که احتمال این تصمیم به حمله مرگبار در کراکور سیتی هال در روسیه ربط دارد. یک امام به شرط افشا نشدن نامش از شهر تاشکند در صحبت با رسانه‌ها گفته است آنهایی که نمی‌خواهند شناسنامه‌هایشان را سپارند تهدید از کار رانده شدن می‌گیرند. این روحانی همچنین گفته است مقامات احتمال با این شیوه می‌خواهند از سفر امامان به خارج پیشگیری کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 اپریل را فرا می‌گیرد. 9 اپریل سال 1957 در شهر مسکو دهه ادبیات و فرهنگ تاجیک شروع شد که دوام 10 روز در پایتخت اتحاد شوروی بهترین نمونه‌های هنری تاجیک را به نمایش گذاشت. در این برنامه تئاتر دولتی، اپرا و بالت، تئاترهای درامایی به نام لاهوتی و مایاکوفسکی، هنرهای مردمی معرفی شدند. همین سلسله برنامه‌ها برای معرفی فیلم‌های تاجیک و ترانه من با دختر واخوردم سبب شد. 9 اپریل سال 1989 در شهر تیفلیس، پایتخت گرجستان، اعتراضهای ضد حکومت شوروی بیرحمانه سرکوب گردید. تجمع مردم نخست از آن سر شد که ابخازستان گفت از هیئت گرجستان شوروی بیرون می رود و به زودی به اعتراضهای ضد سوویتی تبدیل شد. 20 نفر اساساً زنها کشته و 200 که زخمی شدند. 2 سال بعد 9 اپریل سال 1991 عهدنامه برقراری استقلالیت کشور قبول و این سنه روز وحدت ملی اعلان شد. همان سال اتحاد شوروی هم بر هم خورد.
9 апрели соли 2008 дар посух ба даъватҳои бархе равшанфикрон дар дохилу хориҷи Тоҷикистон оиди баргаштан ба хати форсӣ, вазири маориф Абдуҷаббор Раҳмонов инро қотеона рад кард. вазир гуфт: мо аз хати сирилик рӯ намегардонем ва ин хат боқӣ мемонад. бозгашт ба хати форсиро гурӯҳе аз равшанфикрони тоҷик солҳост пуштибонӣ мекунанд ва мегӯянд ноадолатиеро ки ҳукумати шӯравӣ роҳ дод бояд ислоҳ кард ва зудтар халои ба вуҷуд омада дар пайванди наслҳо бо мероси адабию илмии ниёконро аз байн бурд. شبانه روز گذشته قرب دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان کمی پست شده، ارزش روبل روسی باشد بی تغییر است. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1091 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.